محکم. سینه به زانو نزدیک، پاشنه رو بکش بالای بالا، دم بگیر آروم آروم با بازدم شروع کن به پاشنه پنجه کردن. پاشنه پنجه، پاشنه پنجه، پا رو حرکت بدین. دم بگیرید بیاین رو پنجه. بازدم برید روی پاشنه. پاشنه و لبه خارجی پا رو حسابی فشار بدید. سر رو داخل کنید، لگن رو هل بدید عقب. زیر بغل و پهلو رو باز کنید، سینه باز شه، لابلای دنده باز. آرنجا محکم‌تر، پهلوها بلند و کشیده. از کشاله رون هی هل بدید به سمت عقب. زانوها رو کاملا بالای بالا بکشید. پا رو عرض متتون باز کنید. آروم آروم با دستاتون برین سمت پا. ساقون زانو رو بکشید بالا، نوک انگشتای دست جلوی پا. سر رها، آروم آروم با دستا هی بیان جلو، با لگن هی برید عقب. سر رو باید آجر بذارید دیگه وقتی دستت تو زمین نمی‌ریزه. سر رها، با دستای بیا جلو. بیا با دستا جلوتر. با لگن برو عقب‌تر. زانوها بالاتر، کشاله رون عقب، پهلو بلند، سینه باز، سینه بازتر، پهلو بلندتر، ستون مهره بلندتر، زانو صافتر، بازم زانو صافتر، لگن رو بکش عقب‌تر. با دستا برو سمت پا، دستا رو بذار رو ساقت، سرتو بکش بالا، کمربند، سینه جلو، دستا رو بکش جلوی عقب، دم بگیر بیا بالا. انگشتای دستا از پشت توی هم قلاب کنید. سینه بالا، سرشون عقب، کتف داخل، دم سر رو بکش بالا، بازدم برو پایین. سر رو رها کن، دستا از بدن دور کن، آرنجا قفل قفل. زیر بغل باز، سر رها، زانو بالا، رون بالا، بازدم بیا بالا. عوض کن قلاب دستتو. دم بگیر با بازدم دوباره برو پایین. سرتو رها کن، دستتو از بدن دور کن. آرنج قفل، زیر بغل باز، پهلو بلند، دم و بازدم بیا بالا. برید کنار دیوار، نوک انگشتای دست رو بزنید جلوی لگن. لگن. آره برو جلو قشنگ بزن جلوی لگن. حالا کف دستا رو همونجا فشار بده. دم بگیر بیا عقب. از هیپ خم شو برو پایین. کف دستتون رو فشار بدین. برو عقب. سینه رو ببر پایین. سینه بر پایین. یه ذره برو جلوتر تا خط پاشیه. نه زیادی رفتی. تا خط. آها. سینه بر پایین. یه ذره برو مژگان جلوتر. سینه پایین‌تر. سینه پایین. بازم سینه تو هل بده پایین. بیشتر. برو از سینه پایین. کف دستتو فشار بده. سینه تو بده پایین. کف دستتو فشار بده. لگن رو هل بده عقب. لگن عقب‌تر. سینه پایین‌تر. دم پای راست بیاد بالا. حالا دوباره سینه تو بده پایین. پنجه تو بده سمت صورتت. پنجه سمت صورت. پاشنه تو خارج کن. پاشنه رو بچرخون بیرون. پاشنه رو بچرخون به سمت راست. پنجه به سمت صورت. بازدم پا برگرده. سینه پایین. پای چپ. پنجه رو بکش سمت خودت. صدف سمت خودت. حالا پاشنه تو بده به چپ. بچرخون پاشنه رو به چپ. پاشنه لادن جون. اون کل پاس. پاشنه فقط. پاتو بیار سر جاش. پاتو برگردون سر جاش لادن جون. آرنج صاف. سینه باز. سینه پایین. بازدم بیا پایین. دم بگیر بیا بالا. برید جلو. دستا یه ذره بر بالاتر از لگن. بین سینه و لگن. برو جلو صدف.
خب ببین الان دستت کجاست؟ روبروی سینته. آها. دستا رو فشار بدیم قشنگ، دم بگیریم بیاین عقب. بین سینه و لگن دستا. برو خوب پایین. برو پایین. سینه تو بکش پایین. ساق رو زانو تو بکش بالا. کشاله رونه تو هل بده عقب. صدف بیا با پا عقب‌تر. دستا رو فشار بده لگن بره عقب. بره عقب‌تر. کف دست رو هل بده، دیوار رو هل بده عقب. آرنج قفل. سینه پایین. شکم تو. زانوی پای راست رو بکش تو شکمت. آها. بعد با سینه برو پایین. سینه به سمت زمین. حالا همینجا پا رو صاف کن. آها. پنجه رو بده سمت خودت. پا ساعده بیاد بالاتر. لگن رو بچرخون پایین منصوره. پاشنه تو هی بده به راست. پاشنه بیرون، پنجه داخل. پاشنه بیرون. نه دستا چی شد لادن جون؟ دستا نیست. بازدم برگرد. مگه وقتی وای نیستی پنجه‌تو نمیدی داخل پاشنتو بدی بیرون؟ پس چرا وقتی میگم پاشنتو بده بیرون برعکسش رو انجام میدی؟ پای چپ. بیاد زانو تو سینه. حالا سینه رو بده به سمت زانو. برو پایین. برو. حالا پاتو صاف کن. آها. حالا پنجه تو پاشنه بیرون. لگن به چرخ پایین. پا عقب دیگه الان بچه‌ها. پا عقب صاف و کشیده. پای قبلی چه جوری بود؟ دستا محکم. دستا داره دیوار رو هل میده عقب. بازدم برگرد. یه دونه کمربند بیارین. عرض متاتون رو بچسبونید به دیوار. به همین هم میتونید بچسبونید. به دیوار بچسبونید. دیوار که زیادیه اینجا به این بچسبونید. آره. میتونی اونجا بره. اونجا برو. آره. خب پات از پهلو اگه جا نداره بیا این برتر. شما یه نفرتون میتونید بیاین. آره. ستون نه دیوار هست. اینجا هم هست. میشه برید جلو پنجه. از هم فاصله بگیرید. میخوایم پا رو بحثی باز کنید. باید جا داشته باشیم. شما هم فکر کنم پاتون به هم میخوره. نه شما نه. این دو نفر مهارو با فریبا. فکر کنم اینجا بیای بهتر باشه. چرا دیگه؟ انتهای دیوار دیگه. خب به پشت بخواب. کف پا به دیوار بچسبه. دو تا آجرتو بذار لادن جون به جای اون دیوار که نداری. کف پا به دیوار بچسبه. به پشت بخوابی. روی زمین پاها صاف و کشیده در تاداسان. زیر ساق زیر رونتو فشار بده به دیوار. پاهاتو به اندازه عرض لگنت از هم فاصله بده. لادن جون پا زمین. آره دیگه اون آجر گوشی که پا بهش فشار. پنجه داخل، پاشنه بیرون. گودی کمر روی زمین. شکم تو. زانوی پای راست رو خم کنید. بکشید به سمت سینه. رونتون رو بغل کنید. رون. سر عقب نده. بچسبون رون رو به شکم. پایه به دیوار توی فشار بده. اونو بچسبون به شکم. آها بیشتر. بازدم عوض کن. بکش حسابی رون رو به سمت شکم. فشار بده. رون رو به شکم فشار بده. بازم رون رو به شکم فشار بده.
بازدم عوض کن. رونو که خوب کشیدی به سمت شکم، حالا پاتو بچرخون، با هر دو تا ساعدت ساق پاتو بگیر. پا رو بچرخون، ساق دستو بر زیر ساق پاتو بگیر. حالا دوباره فشار بده پای زمینی تو به دیوار. منتون اگه زانوتون اذیت نکنید. آره زیاد نزدیک نکنید. دستا بره زیر ساق، سر عقب نره، هر دو تا دستو بلادن زیر ساق. بکش ساقو به سمت سینه. دم بگیرید بیاید بالا. دستا رو کامل ببرید زیر ساق. آرنجتون رو خم کنید. دوباره بازدم بخوابید به پشت. ساق رو به سینه نزدیک کن. ساق بازم به سینه نزدیک تر شه. زانوی پای زمینی صاف. نازیجون پاتو بلند نکن. پای زمینی رو باید فشار بدی به دیوار. ساقتو فشار بدی به زمین. پای زمینی شروع کنه به بلند شدن. دم نوازم بذار سر جاش. عوض کن. حسابی ساقو بچرخون، بکش تو سینه. پای زمینی تو محکم کن. پای زمینی محکم تر شه. ساقتو به زمین فشار بده. سرزمین زیر زانوی پای زمینی تو مهارا به زمین فشار بده. فشار. کاملا پای زمینی رو فشار بدین. ساقو هی به سینه نزدیکتر کنید. یه دوره دیگه بیاین بالا. دوباره آرنج رو ببرید زیر. با ساعدتو ببرید زیر. دوباره بخواب. دوباره پای زمینی. فشار بدین ساق پا رو به زمین. فشار. پا به سینه نزدیک. بازدم بذار سر جاش. هر دو تا کف پاتو فشار بده. زیر ساق، زیر رونتو فشار بده. پای راستتو بکش تو شکمه. دستتو ببر داخل کف پا. لبه خارجی تو بگیر. دست راست. نه زانو خمه. عین بیبی پوزه. نگاه کنید این شکلی. دست توه ولی لبه خارجی رو گرفتم. کف پاتو به سقف نشون بده. بعد زانوتوی بکش به سمت زمین. زانوی بره از پهلو به سمت زمین. فریبا کف پاتو سقف ببینه. خمش کن. خم. بله شما درستی. خم. فریبا خمتر. کف پاتو بکش به سمت صورتت. و حالا زانو تو بکش پایین. زانو بره پایین. زانو خمه. زانو 90 درجه خمه. لادنجون. زانو 90 درجه خمه. کف پا به سمت سقفه. اون یکی پا رو فشار بده تو دیوار. لگنه تو کج کردی صدف. فشار بده اون یکی پا رو تو دیوار. فشار بده. فشار. سر تو کج نکن. چانه به سمت گلو. فشار. بودی کمر روی زمین. شکم رو بکش تو. رون پای چپتو بخوابون ساید روی زمین. رون پای چپتون رو نپرونین بالا. دارین پای چپ رو بلندش میکنین. همینجوری پا میمونه. قلاب کمربند تو کوچیک میندازی توی پای راست. دست راستت هم داخل قلاب. خیلی بزرگش نکن. نه دیگه ساید پا همون جوری باید باشه. کف پا به سمت سقف. دست توی پا. پارای بکش پایین. زانو تو بکش پایین. دست چپ بغل متو بگیره. سر شونه رو زمین فشار بده. بدون اینکه پاتو بیاری بالا. فقط دست راست. سی قلاب راست لادن. دست راست داخل قلابه. بدون اینکه پا بیاد بالا. همونجا زانو رو صاف کن. صاف شه. نه دیگه برای چی بردی بالا؟ صدف برای چی پاتو بردی بالا؟ پا به پهلو میخواد صاف شه.
اینجوری یعنی؟ بله همونجا به پهلو، قرار نیست بره بالا. آها حالا زانو تو صاف کن، صاف آرنج تو صاف کن، بذار زانو صاف شه. آرنج زمینی تو صاف کن، زانو صاف. حالا گودی کمر تو سمت